فاطمه یکی از دهها زنان دهه سامغار ناحیه باباجان غفورов است که شوهرش به او موتورسیکل خریده است و هر روز با آن به صحرا می آید. این نوع نقلیات که ظاهراً برای بارکشانی ساخته شده است، در اینجا دستیار اساسی زنان گردیده است. در نزد هر زمین‌های کشاورزی که در آن زنان کار می‌کنند، چندین موتورسیکل را مشاهده کردن ممکن است. من این موتورسیکل را 2 سال باز هی میکنم چون که در صحرا کار داریم و برای آن مجبور هستیم که از این نقلیات استفاده بریم. راندن این آسان است و من شوهرم این را آموزانیده است. ما عائلوی اینجا زمینی کشاورزی داریم و من هر روز برای آوردن خوراک و آب توسط همین تکنیک خدمت میکنم. کارمان را خیلی آسان میکند. من در روی یولمز آسان بولاده. 3 سال 4 سال پیش این برومدگی مثال پیش کم بود. حاضر منه همش زنکای شوهرش مثل رسیاب رفتگی. اینو مثال صحرا مثال کوربه رفتنش در کار. مثال گاو بمیرد مثال صحرا کوربه میرد همون مثال 4 تا 5 تاش مثال شته رفته کارش کده میبیاد. اکثر این موتورسیکل ها را کارخانه های ماشین سازی چین تولید کرده و به تاجیکستان هم انتقال داده است. آن را قبلا در بازارها اساساً استفاده می کردند و حالا به شهر و دهات منطقه های تاجیکستان هم رسیده است. به گفته صاحبان چنین نقلیات سبک، سبب اساسی زیاد شدنش در منطقه ارزان و کم خرج بودنش است. نرخ آن وابسته به وضعش از 5000 سامانی آغاز می شود و تا مرز 10,000 سامانی می رسد. مثال ما مثال کوربه مثال من پخته و مثال یا دیگر چیز کوربه مثال رفته اینا مثال ماشین که رویم مثال این ماشین مثال حاضر رسخوتش های مثال بنزین که سالر سحر ایسی رفته اخوانش یک تا آوردن در کار هر یک تا خانه برفته هم مثال اینا خودشون چیز که مثال من این ماتریال که رفته خودشون مثال 3 تا 4 کس آمدنش در کار مثال می بیاد بی رسخوت میشد. این نقلیات را ساکنان هرچند تنها به کارهای صحرایی استفاده میبرند ولی طبق مقررات قانون باید صاحب اجازتنامه رانندگی باشند و از معاینه تکنیکی گذرانند. رانندگان و استفاده برندگان میگویند که باید در این سمت سبکی ها داده شود تا که به وضع زندگانیشان گران نافتد. مقامات و مسئولان ناظران راه بارها هشدار دادند که هنگام استفاده چنین موتورسیکل ها از احتیاط کار بگیرند و سببگار تصادم ها نگردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه باباجان غفورov.